السلام عليكم برادرای عزیز، سلام علیکم با کلی مردم سالمون کسایی که تماشا کنید. از همتون خواهش میکنم به خاطر الله چند قدر میتونید هم ویدیو را بدلید سکنید لایک کنید که احمد جان چورماها را ببینید که به حد وضعیتاش بزیبای دست راچ نگفته که به حد باور کنیم مهمه. به حد 700,000 پول داد کاره که ایرا باید از مسکو به همین چیزی اپاراتی نیست که باید به همین اپاراتو تاجیکستان بلنشه 700,000 روبلی وجود است. خاص به خاطر الله برادرای عزیز از همتون خواهش میکنم همین جمعرم 5 مینوت وقت دادن که بدرست شد که ببر ممکن نیست اینجا. خواهش از همتون میکنم اینجا به حد جای بازبینه جای کودکایی که بازبینه همینجای به خاطر الله برای مردم تاجیک ای ابرشنی مای التماس از همه خواهش میکنم مردم بازار صداوت لوبلینو از همه آدمایی که مثلا بیزنسمن از این ویدیو را تماشا میکنید و حرمت میکنید مردم غریب التماس از همتون خواهش میکنم نمره پدرش هست از بربان که پدرش هست از خواهش از همتون خاص به خاطر الله التماس چند قسمت ویدیو را پهن کنید که به حد مهمه. اگر ما یاردم نکنیم امروز کودک ایداس اینا میگیره سیافتیزه که اگر نکنیم کودک خدمت میگیریم خدمت چه نمیکنیم و اون خاطر به خاطر الله خواهش میکنم احمد جان امروز باید ما از دست ندیم کم طرف پیش بینشانش بدیم کم طرف پیش بین این احمد جان ببینید که در چی مقصد در چی استوات سای التماس کن قبول التماس به خاطر الله برادرای عزیز خفت رفتن بده خفت دو بولیم خفت رفتن بده التماس به خاطر الله برادرای عزیز یک چیز فراموش نکنین که هیچ وقت فراموش نکنین که پول انسان نفع آفریدگی است. انسان پول آفریدگی باورم کنین همه به خاطر الله این آواز هم سیامکار مادرش که است یگان کسی اگر ممکن است فقط مادرش هم استاد میشه پیشده هیچ کم ممکن است همین مرا التماس کردم خواهش کردم مثلا اینجا فقط از پدرش قدم نموندم یک آدم فقط به خاطر الله التماس برادرای عزیز 700,000 رو نمیدونم قبولی نیست همه مردم تاجیک یادیاش ان شاء الله در بین 3-4 ساعت ما اکلامیو لیکن فرزند یافته نمیشه برادر عزیز بیلیست که چخی بودک عذاب کرده اوج بودک نه ایدهانی بودک چخی خواب میروه خاص به خاطر هر یک کسی که فرزند از دست داده کسی که ارزوی فرزند فقط همون آدم درد میفهمه. التماس از همتون خواهش میکنم برادران باورم کنید وقتی احوالی برادرم میبینید پدر چه احوال شده این بودک که چی خدا چی عذاب بودک باور کرد من نمیدونم دیگه چی بگم. به خاطر الله ویدیو را پدلید سکن اگر بلاگرایی که مرا بشناسین به خاطر الله همین ویدیو را اسکچ کردین در کانالاتون پرتین به حد ثواب بهترین میگیرین. باقی خداوند یار مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.